اما دغدغه است. میدونی یعنی مثلا اول از همه من این چیزی رو بگم. این مویی که میبینی طبق اون قوانین زیر 2 سانته و طبق قوانین جمهوری این مو به لحاظ اسلامی دوچار اتفاقاتی نمیشه. حالا تا اینجایی میخوام بهتون بگم که تا وقتی این مو زیر 2 سانت هست چه اتفاقی میفته. یعنی ولی من بالاخره باید این کارو میکردم. بالاخره باید واقعی ترین تصویر از من دیده میشد. مهم نیست چقدر صورتم رشت داره، مهم نیست چه شکلیم. این اتفاق باید میافتاد و نمیدونم تحت چه شرایطی افتاد. الان شاید کاری با هیچی ندارم، میگم موهام زیر 2 سانت هنوز هیچ چیزی رو جابجا نکرده، ولی این واقعی ترین تصویریه که از من در روزگار وجود داره و من هیچ وقت نمیخوام روبروی هیچ چیزی وایسم. اصلا مدل من نیست، ولی این اتفاق افتاده و این واقعی ترین و حقیقی ترین تصویریه که مخاطب باید از من ریحان پارسا که تا الان دیده در جریانش باشه.